هر قشری از ابشار یه لباس فرمی داره. عبا و عمامه و قبا در لباس روحانیت، علاوه بر این که یادگار انبیا و ائمه معصومین علیهم السلام هست، امروزه عنوان لباس خدمت دین معرفی شده و روحانیت مفتخر به این هست که در این لباس نمایانگر خادم دین است. این برادر عزیزمون جناب آقای شیخ محمد درویش که از طلبه‌های خوب، مؤمن و جدی اهل بحرین هستند. با شیخ تشبیهید که آقای من و شما رو بشناسن، صلوات بفرستید که خدمت حاجی صالحین امام جماعت محترم مسجد و معاونت تهذیب و حوزه خلیفه طاهره است و همه ما سر سفره اجداد طاهرین شما هستیم. آقای حسینی عزیزی به ما یادت به 3 زبان دنیا مسلط هست. خب فارسی زبان انقلاب و جمهوری اسلامی ایران، زبان عربی که خب زبان مادریشون هست و زبان دین هست و زبان مکتب اهل بیت و زبان انگلیسی و لاتین که زبان دنیاست. و بنده الله تعالی الان هم به 3 زبان دارن تبلیغ میکنن. کمبودشون لباس بود که مکرر اساتید از این عزیزمون تقاضا کردن که ایشون لباس رو بپوشه و ممنون بشن و از امشب به بعد دیگه در ردیف سربازان خاص حضرت در شریف از حاج الله حسینی، حاج الله فروغی و حاج صالحی عزیزمون هستیم. انشاءالله آقایی بفرمایند. این عمامه‌ای که یادگار اجداد طاهرین و مکتب اهل بیت علیهم السلام هست و تاجی است و دولت و تاجی است برای خدمت به دستگاه قرآن اطرح. حاج آقای اسداللهی شما به نمایندگی از حرم مطهر خادم بفرمایید. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل صلوات بفرستید. اینم هدیه از خواهی مسجد محرم شما مبارک باشید. صلوات بر محمد و آل محمد.